این کتاب رو نخون. اگر هنوز پادکست جی شتی رو در مورد 4 مدل آدمی که ما توی مسیر زندگیمون ملاقات میکنیم رو گوش ندادیم. از نظر جی شتی آدم‌هایی که وارد زندگی ما میشن 4 دستن: یا آینن و ضعفامون رو بهمون نشون میدن، یا پنجرن و پتانسیلمون رو روشن میکنن، یا درن و فرصت‌های جدیدی رو جلوی رومون باز میکنن، و یا کلیدن و قفل‌های قراره به دستشون باز بشه که به دست هیچ کس دیگه‌ای توی این دنیا باز نمیشه. توی دوران دانشگاه من و دوست صمیمیم یه جمله رو مدام به هم دیگه میگفتیم: آدم‌هایی که وارد زندگی ما میشن رسالتی دارن و اگر که از زندگیمون رفتن حتما اون رسالت رو به انجام رسوندن. این فضا دقیقاً همون چیزیه که توی کتاب 5 نفری که توی بهش ملاقات میکنی نوشته میچ آلبوم جلوی روت ورق میخوره. هیچ اتفاقی بی دلیل نیست و هیچ دیداری هم بی تاثیر نیست. هر لبخند، هر نگاه، هر عبور ساده ای از کنار آدم هایی که حتی نمیشناسیمشون میتونه توی زندگیشون تاثیر داشته باشه. ما آدم ها به هم وصلیم. اول این کتاب ادی یک کارگر ساده است که میمیره و فکر میکرده که یه زندگی ساده ای داره که هیچ تأثیری توی هیچ جای این دنیا نذاشته. ولی کم کم وقتی که میریم جلو میفهمیم که نه تنها زندگیش بسیار تاثیرگذار بوده، بلکه چه آدم‌هایی بودن که حتی ادی فکرش رو هم نمی‌کرده و توی زندگیش تاثیر گذاشتن. ترکیب پادکست جی شتی و این کتاب به همون یاد میده که ما چه بدونیم و چه ندونیم توی زندگی هم تأثیر میذاریم. میتونیم پنجره و آینه و در و کلید باشیم برای هم. و این کتاب یه جمله بسیار مهم دیگر رو هم به همون میگه: تو همین جوری که هستی توی زندگی یه نفر دیگه همه چیزی.